حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با یک ویدیو متفاوت در کانال محمد آیسی. ویدیو سعی کن نخندی. بزنید بریم سراغ این ویدیو. اولین کلیپ رو ببینیم. سلامتی روح ابوالقاسم فردوسی که عجب زندگر بدیم بازی من یرو من ما سلوا اللهم صل علی محمد و آل محمد جمیعا سلوا اللهم صل علی محمد و آل محمد. حاجی واقعا داشت از اونا رو داشت، از این چیزا جیگرشو بچه جیگر چیز بدی نگیرید، جیگرشو داشت. واقعا میخواد جیگر لازم داره که داخل مثلا یه جای شلوغ اینجوری قاره بزنی و یهو بیای وسط و یه حالا کاری به متنش نداریم یه چی بگی. بریم سراغ ویدیو بعدی. از زکریای رازی هم گرفته بود. مشتی دمت گرم، چه چیز خوبی بود. بریم سراغ بعدی. یعنی چی جواسم نبو خانم محترم؟ مگه اینجا شهر هرته؟ نگاه کن میران کردی ماشینم رو تازه پاک العانه از کارخانه بیرونش آوردم. تازه از کارخانه بیرونش آوردی اینجوری باشه؟ آره این توز گرفته. هنوز تو کارخانه بیرونش آوردم، پاکتش تو خونه است. نگاه کن تو چیکارش کردی؟ آقا آروم باش، بیا پایین. مثلا چیکار میکنی؟ اگه مثلا ایسا زدی ماشین من ویرانش کردی چیکار میکنی؟ نکن. خسارتش من بهتون میدم، خودتون ببرید درستش کنید. نه یعنی چه خسارتشو بهتون میدم؟ این ماشینو ویران کردی. خانم محترم تماشا کردی. یا سقفشو نگاه کن. این سقفش خورده، این پایینش خورده، همه جاش خورده. با چی درستش میکنی؟ آقا بیا پایین. بچه واقعا چیز عجیبی بود دیده بودم تا الان. میگفت ماشین تازه از کارخونه در اومده، پاکتش داخل خونه. بعد زنکی زده جلو ماشین، رفته رو سقف ماشین، میگه سقفش هم زدی. جلو ماشین زده، چجوری سقفشو زده؟ واقعا امیدوارم هموروید بگیری. کثافت. یه مشتری اومد چسید رفت. کثافت چسو خیلی بیشعوری. یعنی اگر خونتون پیدا بکنم میام میرینم قلب در کوچه. دمت گرم داداش. کسی که رفته کارشو انجام داده داخل مغازه دمش گرم. آقا رعایت کنید. حالا این بس فکر کنم مربوط نیست، ولی داخل استخرم خیلی ها میان حالا کار سرویسشون رو اونجا انجام میدن، یعنی داخل خود استخر. آقا داخل سوپرمارکتی و مغازه و اینا دیگه رعایت کنید. بریم سراغ بعدی. خانم ببخشید خوشتون اومده بخرم براتون. از سگ کمتری اگه نخری. وقتی نمیخری چرا دیگه میری وسط؟ نرو بگو تا ضایع نشی دیگه. خب وقتی نداری که دیگه نرو داداش. بریم سراغ بعدی. پدید آمد از دور چیزی دراز سیاه رنگ. خب ما عقب جنده اگه فکرت توی چیز دراز سیاه رنگ پاشو بیا اینجا، من میدم دست سیاهای اینجا خوب حالتو جا بیارن عشق بکنی. ولی قبل از اینکه برسمت اونجا من خودم یه چیز سفید دراز میذارم کف دستت که دو قضاوات بدوی مادر قهوه جنده. حاجی واقعا دمش کرد، خوب جواب داد. واقعا دمش کرد حاجی، دمت گرم. مشتی و پر افتخار هستی، واقعا دمت گرم. جواب سنگینی داد. قول میدم که دیگه اصلا جلو دوربین نیا. بریم سراغ بعدی.
واقعا راست میگه. یعنی چیزیه که داخل کل مدرسه ها هسته. نمیدونم داخل مدرسه شما هست، داخل کامنت ها بنویسید حتما. داخل مدرسه ما که هسته دیگه، دیدیم بی دلیل میان داخل رارو قاره میزنن یا میخوان یه جری را بندازن. حالا همینجوری دیگه دارید میبینید. بریم سراغ بعد. سنه که اومده بود یه بسته پستی آورده بود، متاسفانه قاره زد، کسی در رو باز نمیکرد، قاره زد از سگه هم که دیگه دیدید کارشو انجام داد. بریم سراغ ویدیو بعدی. خیلی خوب عشقم، رسیدیم، برو دیگه. حالا که من تا اینجا آمدم یک بوس بده تا برو. حمید الان بابا میاد، زشته، برو دیگه. من از بابات میترسونی، حالا که تو تا بوس ندی هیچ جا نمورم. بابا میگه یک بوس بده که برم. اگه تو نمیدی من بدم. اگه من نظر نمیگیرم خود بابا بیا بده. فقط دستش از رو زنگ برداره. من چه گناهی کردم داماد ما شده؟ برو دیگه. حاجی خیلی باحال بود، خیلی باحال بود. دستشو گذاشته روی زنگ، بعد برای دختره داره میگه بوس بده. چی بگی؟ واقعا دمش کرد. اومده میگه اگر بوس نمیدی یا من بدم یا بابا بیاد خودش بوس بده بره. میخوایم بخوابیم. بریم سراغ ویدیو بعدی. آقا ببخشید. بله جانم. آمپول کجا میزنم؟ آمپول؟ بله. دقیق میخوای بدونی؟ بله. الازو وایسی بیام پایی. مرسی، لطف میکنید. اینجا. برو بابا اسکول. خب نپرس دیگه. داری میگی آمپول کجا رو میگی؟ یعنی کجا آمپول میزنن؟ خب دیگه بنده خدا راست گفت دیگه بچه‌ها. دروغ که نگفت، همونجا میزنن دیگه. شما با بگید دکتری جای حالا تزریقات چیزی کجا هست، درست بگید دیگه. درست ساختگیه ولی واقعا رضا شام چی برات درست کنم؟ اخلاق گوت درست. از ما چیزا سخت نخواد دیگه. تنها چیزی که مردا از زنشون میخوان چی برشون درست کنه؟ اخلاق گوش. راست گفت. Kaşların, gözlerin beni yakıyor. Gittiğim tüm yollar ona çıkıyor. Belalı gözlerin. آبجی زهرا خیلی بهت میاد، مبارک باشه. کاش که یه نیم سانتی اضافتر میزدی موجاتو، خیلی قشنگتر میشد. اگر یه سانت 2 سانت هم بزرگتر میشد دیگه خیلی قشنگ میشد. حتما برو ترمیم و بزرگترشون کو، خیلی مهمه و قشنگتر. نگران نباشی، من همیار پلیسم. پراید مشکی از پشت زده مقصره. جفتتون مشکی داداشی دیگه سوراخ نیست، پاره است. آفرین، بنویس کبرا تصمیم گرفت موسوی و جعفری. باز که شما بیرونی بریم خونه مشهاتون رو نویسید. کافت یا اتاق فرار. آجاقا ایشالله یه ماشین خوب واسه اون لاستیک بخرید. داداش حالا اینجوری قیافه نگیر، خوبه که ایمسی نداری. دخترم اون دسته رو برتر بگیری ما رفتیم. غلط کردم. چوسی پسر بیا پایین، شهرداری ببینه شما رو، همون پرچما رو دربست بیاد. دربست که نه، ولی شاید درباز اومدن. ساکت داره باش روشی. واقعا گفتم ویدیو اولام بهتون گفتم یه جیگر میخواد که بری داخل خیابون با این اوضاع اقتصادی و با این اوضاع مردم این کارا رو بکنی. واقعا مردم اعصاب ندارن این روزا و یه جیگر لب میخواد که این کارا رو انجام بدی و شوخی کنی با مردم. بریم سراغ ویدیو. آجی راست گفت، مسیر زندگی همه ایرانی‌ها، مسیر زندگی تمام ما این بود بچه‌ها. یک مروری از مسیر زندگیمون رفتیم. بریم سراغ ویدیو بعدی. حاجی
باورم نمیشه این داخل مسجد بود واقعا. مگه میشه داخل مسجد اصلا بخوای کلیپ هم درست کنی؟ پای آبرو محله و حالا اون کسی که داخل ویدیو، من نمیدونم فازشون چی آجی، نمیدونم واقعا درک نمیکنم دیگه. این واقعا یعنی بالاترین سطح ویدیو بود دیگه امروز دیدیم. بریم ویدیو بعدی. امروز به خاطر جون خانواده‌ام که شده مجبور شدم عامل انتحاریه بشم. امروز با فشار دادن یه دکمه قرمز به زندگی خودم و ایشون و تمام کسانی که توی منطقه هستن پایان میدم. چیزی نیست. یا زحمت بیش ازم یه فیلم بگیری؟ بس آخرین فیلم زندگی من ازم بگیر، دست در نکن. من امروز آخرین روز زندگیمه. امروز به خاطر خانواده‌ام شدم یه عامل انتحاری متاسفانه. و با مفجر بیا اینجا آقا یه لحظه بیا منفجر بکن بفرستم رو هوا. خدا حافظ تمام دوستان. آقا سلام است دور مخفی آقا وایسا پشمو برای واقعا ایرانیا دیگه شورشو در بردن یا واقعا این دیگه اگر برای یوتیوب می‌خواستی داشت دیگه زدی مرحله آخر رو، یعنی یه مردم شدن مسخره بازی دست تو. بریم سراغ ویدیو بعدی. من نرفتم سربازی ولی چند نفری که بهم گفتن اون قسمت آموزشی سربازی 2 ماه هست که همینجوریه واقعا. ساعت 2 شب، حالا نصف شب دیگه، حالا موقعی میان که همه خوابیدن، یه نفرم بیدار نیست دیگه، مجبوری باید بخوابی و خسته‌ای و حالا از این حرفا. یا صدای تفنگ در میارن، حالا تیر میزنن، تیر هوایی میزنن، حالا یه آجیر میذارن، حالا هر چیزی با یه حرکتی، یک خشم شب بهش میگن، خشم شب میزنن که همه بیدار شن. بریم ویدیو. 3 تن عسل برداشت. حاجی رفته تبلیغ عسل کنه این داداشمون دیگه، گفت 3 تن عسل حراج. متاسفانه داداشه زنبورمون اومد نیششون زد. بریم سراغ ویدیو بعد. حاجی چه سورپرایزی شد یارو. اومدن براش تولد بگیرن، بعد بلند شد خودش خبر نداشته بود. حالا چیزی که داخل فیلم داریم میبینیم خودش خبر نداشته که تولد میخوان براش بگیرن، بعد پشتشو کرده این طرف، اینا میان سورپرایزش کنن، یه هوایی خارج میکنه و میگه علی مدد بگیر که آمد. عشقای آیسی خیلی خیلی دوستتون دارم، ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. عشقای منید، اگر دوست دارید پارت 2 سعی کنم نخندی رو بذاریم، این سبک ویدیو هم ادامه بدیم. داخل کامنت ها حتما بگید عشق آیسی هستید. ویدیو بعدی میبینمتون.